درود بر شما دوستان عزیزم، همراهان گرامی. امروز خدمتتون هستم با توجه به تقاضایی که از خیلی از رفقا داشتیم که صحبت بکنیم، یک گپ و گفتگویی داشته باشیم راجع به یه موضوع خیلی مهم و حیاتی. تصمیم بر این شد که امروز در کنارتون باشیم و بحث مربوط به پیش فروش رو با هم دیگه انشالله ببریم جلو. ببینید، خیلی راحت بخوام باهاتون صحبت بکنم، پیش فروش دقیقاً مثل یک شمشیر دولبه میمونه. همونطور که میتونه من رو جلو بندازه و یه سرمایه گذاری قشنگ و اوکی بشه و باعث بشه که اون رویای خونه دار شدن من به حقیقت بپیونده، از اون طرف ممکنه یه اتفاقی بیفته که به هر حال من سرمایه‌ای که با زحمت و با سختی جمع کردم رو عملاً به طور کامل بیاد و نابودش کنه. سعی میکنیم به هر دو تا قسمت قضیه با هم دیگه بپردازیم، دقت کنیم و بریم جلو، ببینیم که چه کاری انجام بدیم که خدای نکرده در این مورد ضرر نکنیم. در درجه اول چرا اصلا من بخوام این ملکی رو بیام و پیش فروش بکنم؟ خب مهمترین قضیهش اینه که پیش فروش من از تورم جلو میندازه. یعنی چی؟ یعنی من یه ملکیه الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، فرضاً متری 50 میلیون تومنه، من قیمتش هم هست 5 میلیارد، من 3 میلیارد تومن پول دارم و الان توانایی خرید این ملک 5 میلیارد تومانی رو ندارم. میام این رو به صورت پیش خرید برمیدارم، یک سال دیگه قرار به من تحویل بده. من تا بخوام بیام پولامو جمع جور کنم، این 3 میلیارد تومان رو مثلا بکنمش 5 میلیارد، شاید همون یه سال زمان ببره. ولی موضوع اینجاست که دیگه بعد سال اون ملک قیمتش 5 میلیارد تومان نیست، شاید شده باشه 7 تومن 8 تومن و همینطوری ما دائما در حال دویدنیم که بخوایم برسیم به پای تورم و معمولا هم نمیتونیم. پس پیش فروش این حس رو برای ما داره و نمیذاره من از تورم جا بمونم. از اون طرف اگر من بیام و اشتباه بکنم و یه قرارداد نادرست رو امضا بکنم و از شخصی خریداری بکنم که شاید تجربه خوبی نداشته باشه در زمینه ساخت و ساز، عملاً طرف نمیتونه به تعهداتش عمل بکنه، تورمه به همون سازنده هم میخوره. میلگردی که امروز میتونسته بخره ان تومن رو مجبور شده بخره ان به اضافه 1 فرضاً و نتونسته تامین بکنه و در بهترین حالت ممکن اتفاقی که برای شما میفته اینه که میرید این بابا رو پیداش میکنید، اگه بتونید پیداش بکنید و زندانیش میکنید که بازم عملاً هیچی به هیچی، سرمایه رفته و زندانی کردنش هم هیچ نفعی قرار نیست به شما برسونه. تازه اگه بتونید کار رو به اون لول برسونید که طرف مثلا بگیرید و زندانیش کنید. عرض شود خدمت شما که پس میخوام اینجا بهتون یه شاه کلید رو معرفی کنم در زمینه خرید پیش فروش. دقت کنید، یک کلمه است: تحقیق. اگر من قراره امروز بیام یه ملک رو پیش خرید بکنم، 100% زمانم رو میذارم، 1 روز 2 روز 3 روز 1 هفته، نمیدونم، تا هر جایی که به این قطعیت برسم که طرفی که دارم باش معامله میکنم آدم حسابیه. میام تحقیق میکنم. چجوری باید تحقیق کنم؟ آقا ببخشید، پروژه هایی که ساختید چی بوده؟ من میخوام نمونه کاراتون رو ببینم و 99% سازنده هم این کار رو انجام میدن. اگه دیدید یکی داره میگه نه من نمیدونم پروژه کجا بوده و حالا هی این پا اون پا میکنه و عملا آدرس درستی بهتون نمیده، این موضوع رو شما قطعا خط بزنید از توی گزینه‌هاتون و تو لیستتون و اصلا با اون شخص معامله نکنید. برید گزینه‌هایی که ساخته رو ببینید، از نظر کیفیت کاری که انجام داده هیچ ایرادی نداره، زنگ یه واحدا رو بزنید، آقا خیلی محترمانه خودتون رو معرفی کنید، من قصد دارم یه همچین کاری بکنم، میخوام پیش خرید کنم و کسی که این ساختمون رو ساخته آیا راضی بودید؟ آیا تعهداتی که به شما قول داده بوده، مثل انتقال سند، مثل تحویل، مثل حالا اون الحاقاتی که قرار بوده بیاد براتون کار کنه، رو به درستی اومده انجام داده یا نه؟ و بعد از اینکه این موضوعات رو شما پیگیر شدید و به قطعیت رسیدید که طرف مناسبی جلوتون نشسته، بعد برید قرارداد پیش خرید رو باهاش منعقد کنید. قیمت پیش فروش یه موضوع دیگه هست که ما باید بهش بپردازیم. ببینید خیلی منعطفه، معمولاً برمیگرده به شرایط پرداخت شما. شرایط پرداختم یه عرف داره. اگر من بیام یه پروژه روی خاک پیش خرید بکنم، دقت بکنید، من یه نکته اساسی دیگه بهتون بگم: هیچ موقع زمینی که پروانه گرفته رو پیش خرید، پروانه نگرفته رو پیش خرید نکنید. جزء ملزومات هست که اگر من قراره بیام و یک واحد رو در واقع به صورت پیش فروشی عرضه کنم تو مارکت، باید پروانه ساختمانی اون ملک رو گرفته باشم. اگر این اتفاق نیفتاده باشه هرگز پای قرارداد نرید. ما فرض رو برای میگیریم که همه چی اوکیه، پروانه رو مالک گرفته، شروع کردن کلنگ
در واقع احداث رو هم زدن، شما میری میشینی پای قرارداد. معمولا عرف اینجوریه که بین 40 تا 50% ثمن قرارداد رو سازنده مطالبه میکنه توی اون مرحله. حالا اگر من بیام بخوام عدد بیشتری رو تزریق بکنم، بگم آقا من به جای 40% مثلا به شما 60% میدم، قدرت چانه زنی میره بالاتر. اگر ملک قیمتش 30 تومنه میتونم تقاضا کنم که آقا حالا که من دارم این حال رو اصطلاحا به شما میدم، از اون طرف انتظار دارم که شما به من کمک بکنی ملک 30 تومانی رو بهم بدی 27 میلیون تومان. اینا رو حتما لحاظ بکنید. البته انتظار داشته باشید از مشاور املاکی که دارید باهاش کار میکنید که کمکتون بکنه توی این قضیه و در کنارتون باشه، چک و چونها رو صفر بزنه، ان شاءالله بتونید یه معامله منصفانه و شیرین رو انجام بدید. مجموعه املاک ما با توجه به اینکه سیاست هامون بر اینه که کمترین ریسک ممکن رو ما تحمیل کنیم به مشتری عزیزمون، با چند تا کمپانی و هلدینگ خیلی خوب قرارداد بستیم، مثل شرکت در واقع عقیق نقش جهان، شرکت عمران مسکن که نمایندگی رسمی فروششون هستیم و ملکاشون کامل در اختیار ماست. این مژده بهتون میدم که قیمتی که ما به شما عزیزان ارائه میدیم از قیمتی که تو سایت خودشون هست و مصوب خودشونه کمتره. اونها اومدن امتیاز رو عملاً به ما دادن. لطف کنید اگر که مشخصات بیشتری خواستید حتما با ما ارتباط داشته باشید. فکر میکنم شرکت عقیق اگر قرار دادن ببندی اصلا خریدار کمیسیونی در واقع پرداخت نمیکنه. اینم موضوعیه که به نظر من میتونه جذاب باشه توی اصفهان. نکته آخری که میخوام بهتون بگم، اگر با هلدینگ ها قرارداد نمیبندید که شاید 95% قراردادهایی که منعقد میشه به این صورته، یعنی با اشخاص حقیقی در واقع ما فعالیت میکنیم، یه سری نکات خیلی مهمه حقوقی وجود داره که باید ازش آگاه باشی تا سرت کلا نره. البته با توجه به اینکه این موضوع خودش یه داستان جداییه و نیاز داره به یه جلسه دیگه که با هم دیگه کنارتون باشیم، این رو من ترجیح میدم توی در واقع قسمت بعدی صحبت راجع به بحث پیش فروش با هم دیگه داشته باشیم. برمیگردیم به مطالب حقوقیش، البته به یک شرط. اگر این موضوع رو دوست دارید و علاقه‌مندید که این مسائل حقوقی رو من باهاتون در میون بذارم، حتما توی کامنت برای ما پیش فروش رو بنویسید و به ما انرژی بدید که ان شاءالله قوی‌تر با هم دیگه جلو بریم. خیلی از شما ممنونم.